سلام بچه ها. درود به مردم شریف ایران. من میرسول هستم. خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم، واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم، تظاهرات و همه چی عوض شده. منم به ترکتی هستم. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. میشهید که تا خبتتی نبخشه. اولا زده بود که مطلب احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم که دقیقا خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تورمنه. این کشور مال ماست، مال مردمشه.